خوش اومدید به درس 25 از کانال خودتون، جایی که میتونید از طریقش زبان فرانسه رو یاد بگیرید. توی درس 25 اومدیم که یه مکالمه ساده در مورد سفر کردن بخونیم و بعد از اونم چند فعل خیلی مهم و چندین کلمات خیلی مهم رو با هم کار میکنیم. پس قبل از شروع ویدیو دکمه لایک و ساب و همینطور زنگوله بغلش فراموشتون نشه. بریم بدون معطلی درس 25 رو شروع کنیم. خب دوستان، درس 25 رو با هم شروع میکنیم. لسون 25 درس 25. موضوع درس 25 ما سفر هستش. les voyages سفرها. تکست فصیل مکالمه ساده. خب مثل همیشه اول میریم سراغ مکالمه‌مون. j'aime voyager من سفر کردن رو دوست دارم. chaque année هر سال. je visite من بازدید میکنم. فعل ویزیته فعل بازدید کردن هستش. je visite من بازدید میکنم un nouveau pays یک کشور جدید و او یا une nouvelle ville یک شهر جدید و je découvre من کشف میکنم de nouveaux endroits مکانهای جدید و je mange من میخورم des plats différents یعنی من غذاهای مختلف میخورم. je parle صحبت میکنم avec des gens با مردم صحبت میکنم. cette année امسال je vais en Espagne میخوام برم اسپانیا. avec mes amis همراه دوستانم. nous visitons ما بازدید میکنیم بارسلون را et مادرید و مادریدو. il fait chaud هوا گرمه. les gens sont gentils مردمشون مهربونه. مردم اسپانیا منظورش مهربونه. en voyage در سفر. je me repose استراحت میکنم. je prends des photos عکس میگیرم. je marche et je visite des musées من قدم میزنم و موزه ها رو بازدید میکنم. un jour یک روز. je veux aller میخوام برم au Japon به ژاپن. je veux voir میخوام ببینم les temples آثار باستانی شو. et manger de la nourriture و خوردن غذاهای ژاپنی. خب اینم از مکالممون. برای بخشی براتون یه سری لغت‌های خیلی مهمه که باید بلد باشید آوردم. بون یعنی خوب. بون مذکرش یکی ان میخوره اما مؤنثش 2 تا ان میخوره، یه او هم به آخرش اضافه شده. مووه یعنی بد. مووز یعنی بد اما برای کلمات مؤنث استفاده میشه. پتی یعنی کوچیک برای کلمات مذکر. پتیت برای کلمات مؤنث. گراند یعنی بزرگ برای کلمات مذکر. گراند برای کلمات مؤنث. ژون یعنی جوان. je suis jeune من جوان هستم. مذکر مؤنث نداره. vieux یعنی کهنه برای مذکر. ویل یعنی همون کهنه برای مؤنث. ویی برای جمع مذکر. ویی یعنی همون کهنه برای مؤنث جمع. نوو برای مذکر مفرد. نوول برای مؤنث مفرد. نوول
نوول. این برای کلماتی هست که با حروف صدادار شروع میشن. نوو برای جمع مذکر، برای جمع کلمات مذکر. نوول برای جمع کلمات مؤنث استفاده میشه. خب امیدوارم که این بخش براتون جا افتاده باشه. برای بخش بعدی براتون فعل voyager آوردم که توی مکالمه‌مون هم استفاده کردیم. le verbe voyager، فعل سفر کردن. je voyage، من سفر میکنم. tu voyages، تو سفر میکنی. il voyage، او سفر میکنه. nous voyageons، ما سفر میکنیم. vous voyagez، شما سفر میکنید. il voyage، آنها سفر میکنند. exemple، مثال. il voyage، آنها سفر میکنند. en France، در فرانسه. خب میدم از فعل voyager به معنای سفر کردن. فعل بعدی ما فعل le verbe découvrir هستش که توی مکالمه هم استفاده کردیم، یعنی فعل کشف کردن. je découvre، من کشف میکنم. tu découvres، تو کشف میکنی. il découvre، او کشف میکنه. nous découvrons، ما کشف میکنیم. vous découvrez، شما کشف میکنید. il découvre، آنها کشف میکنند. exemple، مثال. je découvre une nouvelle ville، من یک شهر جدید رو کشف میکنم. خب اینم از فعل découvrir به معنای کشف کردن چیزی هستش. فعل بعدی ما فعل ویزیته هستش که توی مکالمه هم داشتیم. le verbe visiter به معنای بازدید کردن. je visite، من بازدید میکنم. tu visites، تو بازدید میکنی. il visite، او بازدید میکنه. nous visitons، ما بازدید میکنیم. vous visitez، شما بازدید میکنید. il visite، آنها بازدید میکنند. exemple، مثال. tu visites، تو بازدید میکنی. le musée aujourd'hui، موزه رو امروز. خب اینم از فعل ویزیته به معنای بازدید کردن که فعل دسته اولم هست. خب اینم از درس 25 ما. امیدوارم که یاد گرفته باشید. اگر از این درس خوشتون اومد میتونید دکمه لایک رو بزنید و اگرم هنوز عضو کانال آن اپران فرانسه نشدید دکمه سابسکرایب فراموشتون نشه. تا ویدیو بعدی و درس آینده خدای رو نگهدارتون باشه.